بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و درود دارم خدمت تک تک همکارانی که کلیپ رو مشاهده می‌فرمایید. ما امروز قرار هستش راجع به آمبوبک یه سری نکاتی رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنیم. اول نکته که میخوام بگم این هستش که ما زمانی که میخوایم از آمبوبک استفاده بکنیم، قبل از استفاده باید مطمئن باشیم که آمبوبک ما از نظر کاربرد و کارایی درست هستش. فلذا نیاز هستش یه سری تست ها رو باید انجام بدیم. اولین تست ما راجع به تست رزرو بک والو ماسک یا همون آمبوبک ما هستش. این قسمت ما اول باید مطمئن باشیم این قسمت آمبوبک سالم هستش. تست این بدین طریق هستش که رابط اکسیژن رو وصل میکنیم به قسمت که در تصویر مشاهده می‌فرمایید که در انتهای تمامی آمبوبک ها این قسمت وجود داره. ما به این قسمت وصل می‌کنیم و همینجور نگاه می‌کنیم. اگر کیسه ما کامل پر شد بدون نشتی، مطمئن میشیم که کیسه ما کاملا سالم هستش و میتونیم ازش استفاده بکنیم. مورد دوم ما خود بدنه آمبوبک ما هستش. بدنه آمبوبک ما دو تا تست داره. تست اولش تست نشتی هستش که تمامی دریچه‌های آمبوبک می‌بندیم. بعد اون قسمتی که به بیمار وصل میشه رو کیپ میکنیم و فشار میدیم. اگر عین تصویری که مشاهده کردید همینجوری کیپ بود بدون نشتی، این نشون میده که بدنه آمبوبک ما به طور کامل خوب هستش و نشتی نداره و میتونیم استفاده بکنیم. تست بعدی ما تست این هستش که آیا این دریچه‌ای که داخل آمبوبک وجود داره آیا این اکسیژن رو خوب مکش میکنه از داخل رزرو بکش به داخل آمبوبک یا نه، که طریقه کارش بدین دقیق هستش که ما کیسه رو پر اکسیژن میکنیم. حالا چون اینجا اکسیژن نیست من با هوا پر میکنم یه مقدار، بعد یک فشار منفی در آمبوبک ایجاد میکنیم، اون قسمت که به بیمار وصل میشه رو میبندیم و رهاش میکنیم. اگر کیسه همینطور طبق تصویر مشاهده شد، این نشون میده که اکسیژن از کیسه به خوبی وارد بدنه آمبوبک ما میشه. نکته بعدی که در ارتباط با آمبوبک باید خدمت شما عرض بکنم و همه ما باید بدونیم، این دریچه یا همون دریچه سوپرب اطمینانش هستش که بدین معنی هستش که این دریچه ها یه سری فشار رو خود شرکت روش تعبیه کردن. رو بعضی از آمبوبک ها که نوزادان هستش 20 سانتی متر آب نوشته، رو کودکان 40 سانتی متر آب نوشته، تو بزرگسالان اکثرا 60 سانتی متر آب نوشته. طریقه کارش بدین طریق هستش که همکارن. همونطور که مستحضر هستید این آمبوبک که مشاهده می‌کنید چیزی حدود 2 لیتر حجم داره و فرضاً یک بیمار، حالا در اندازه من اگر فرض بکنیم ریه‌های من چیزی حدود 700-800 سی سی نهایتش میتونه هوا رو در خودش جا بده. فلذا اگر من بیام همه این هوای آمبوبک رو تخلیه بکنم و ندونم وارد ریه بیمار بکنم، منجر به حالت باروتروما خواهد شد. یعنی ریه‌های من کاملا عادل‌هاش پاره خواهد شد. پس چه اقدامی انجام شده؟